حاضری به خاطر کدوم از اینا رفیقتو لو بدی؟ اولیش معلمت میاد میگه که آقا یه $10 بهت میدم رفیقتو لو بده. $10 میشه 1 تومن دیگه، اونقدر ارزش نداره رفاقتو لگد مال کنی. دومی خب یه سینی غذای مکدونالد و همبرگر و پیتزا و سیب زمینی و اینا، نه بازم نه. سومی یه هفته نیای مدرسه. کی اینو انتخاب میکنه؟ بعدی اسکوتر برقی. I'm sorry، خدایی چیز باحالیه. بعدی سگ، وای هاپو. قیافه پسر معلومه لو داده و خیلی خوشحاله از این بابت. من اینو لو میدم. PS5 100% به خاطر این لو میدم. Goodbye my friend. 17 پرو مکس. یعنی اگه تا الان هنوز رفیقتو لو ندادی دمت گرم، تو رفیق واقعا خفنی هستی. کارت بانکی معلمتون خب معلومه پول توش نیست، معلم چقدر حقوق میگیره؟ سابسکرایب.